سلام، به زاگرس الکترونیک خوش اومدید. من رسول قنبری هستم. با سری مجموعه آموزشی میکروکنترلرهای FMD در خدمتتون هستم. خب توی جلسه گذشته در مورد کلاک این میکروکنترلر صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم در مورد GPIO یا همون IOش با هم صحبت بکنیم. خب توی این جلسه ما چیزایی که یاد میگیریم اینه که یه پین رو چجوری خروجی یا ورودی بکنیم و چجوری دستور بدیم پین روشن بشه و خاموش بشه و با چه ریجستری مقدار صفر بودن یا یک بودن اون ریجستر رو بخونیم. ولی قبل از اون میخوام یه توضیح خدمتتون بدم، چون که ما تو جلسات آینده هم به این نیاز داریم که یک بیت از یک ریجستر رو یک بکنیم، صفر بکنیم یا یک بیت از اون ریجستر رو بتونیم بخونیم. خب بذارید یه اولش در مورد این قضیه صحبت بکنم. بهتون یاد بدم تو زبان سی چجوری اینو به صورت خلاصه می نویسن که دیگه تو روند آموزشمون دیگه این سوال پیش نیاد که من چجوری یه ریجستر رو یک کردم، یه ریجستر رو صفر کردم یه بیتشو یا اونو خوندم. خب اگه بخوام بهتون توضیح بدم، ما یه ریجستری داریم حساب کنید که 8 بیته، 1 2 3 4 5 6 7 که میشه 8 بیت. این صفر، این هم 7. حالا همشو بنویسم: 6 5 4 3 2 و 1. حالا حساب کنید اینم مقدارهای اون ریجستره که مقدار دهی شده. خب اولین چیز، حالا اسم این ریجستر حساب کنید پی، ریجستر پی. حالا من میخوام این ریجستر مثلا این مقدار دهی شده، من میخوام حین برنامه اونجایی که من میخوام اتفاقی که بیفته مثلا بیت شماره 4 1 بشه. مینویسم پی اور مساویه با یکی که به اندازه 4 بار شیفت پیدا کرده. این دستور رو که تو زبان سی بنویسیم بدون اینکه مابقی بیت ها، یعنی بیت 0 تا 3 و 5 تا 7 تغییر بکنه، بیت شماره 4 1 میشه. حالا به صورت حالا ریاضیش هم بخوام خدمتتون بگم، اتفاقی که میفته یکی که به اندازه 4 بار شیفت پیدا کرده، یعنی شما اینجا رو 1 در نظر بگیرید، بقیه رو 0 در نظر بگیرید. وقتی هم که یه چیزی با 1 اور میشه 100% جواب 1 1 با 0 اور بشه میشه 1، 1 با 1 اور بشه بازم میشه 1. پس حالا این اور مساوی هم یا یه توضیح خدمتتون بدم، مخففش شده این بوده، یعنی پی مساویه با پی که اور شده با یکی که به اندازه 4 بار شیفت پیدا کرده. این خلاصه شدهش میشه این. کلا اور مساوی، اند مساوی، به اضافه مساوی اینا یعنی این که این کار رو روش انجام بده، بریز تو خودش. یعنی پی رو اور کن با یکی به اندازه 4 بار شیفت پیدا کرده، بریز دوباره توی خودش، که میشه همین قضیه. پی رو اور کن با یکی به اندازه 4 بار شیفت پیدا کرده، بریز تو خودش، که مخففش میشه این. حالا من اینو برگردونم حالت اولش. خب پس با این دستور شما میتونید یک بیت از یک ریجستر رو یک بکنید. خب حالا بخوایم یک بیت از یک ریجستر رو صفر بکنیم، از اند استفاده میکنیم. پی مساوی با امپرسند مساوی با یکی که حالا مثلا بیت شماره 3 رو من بخوام صفر بکنم، به اندازه یک منزه شیفت پیدا کرده. فقط چون که باید بقیه بیت ها یک باشن تا بیت ها تغییر نکنن، من نیاز دارم که این علامت ناتو بذارم که میاد همه صفر رو یک میکنه، یک رو صفر میکنه. حالا با هم ببینیم چه اتفاق میفته. اینجا یکه، حالا اینجا یه صفر یک وجود داره. من میخوام فقط بیت سوم رو چیکار بکنم؟ صفر بکنم. یکی به اندازه 3 بار شیفت پیدا کرده، پس میشه یک، بقیه همه صفر. یک، بقیه همه صفر. میخوام اندش بکنم. چون که هر چیزی که با هر چی که با صفر اند بشه جوابش 100% صفره، پس در نتیجه اینجا مگه بخوام یک بذارم بقیه جا رو صفر بذارم، اینا بقیه همه صفر میشن و اون اتفاقی میخوام نمیافته. یعنی بقیه ریجسترها تغییر میکنن، مقدارش همه صفر میشن. پس میام چیکار میکنم؟ همه صفرها رو یک میکنم، یکا رو صفر میکنم.
یعنی اینجا میشه 0 اینا 1 اینا هم 1. هر چی با 1 اند بشه خودش میشه، هر چی با 0 اند بشه 0 میشه. پس اینجا میشه 0 اینجا هم خودشون همینطور باقی میمونن. بعد از اینکه باقی موندن خب تموم شد دیگه، اندش میکنیم با خودش. پس در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که دیگه بیت شماره سوممون رو صفر کردیم. پس این واسه صفر کردن یک ریجستر. حالا بابت اینکه بخوایم یک بیت از این ریجستر مثلا بیت پنجمش رو میخوایم بخونیم بفهمیم صفر یا یکه، کاری که انجام میدیم میگیم پی رو اند میکنیم با یکی که به اندازه 5 بار شیفت پیدا کرده. این چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم گفتیم اینجا یک، بقیه جا همه صفر. وقتی که بقیه جا همه صفر باشن صفر میشن، پس درسته. این بیت الان یک موند و وضعیتش معلوم شد چون که با یک اند شد، مقدارش رو گرفتیم. ولی این ارزش خونه پنجمه. واسه اینکه ارزشش هم درست کنیم میایم کل این قضیه رو به اندازه 5 بار شیفت میدیم سمت راست. اتفاقی که میفته چیه؟ این 5 بار 1 2 3 4 5 بار بیاد میاد تو خونه صفرم و ارزشش دیگه ارزش 0 و 1 و کم ارزش ترین خونه است که میتونیم بفهمیم صفر یا یکه. اینم بابت خوندن یه بیت از یک ریجستر. خب این قضیه بابت 0 و 1 کردن یه ریجستر و خوندنش. خب حالا بریم سراغ داکیومنتمون و شروع کنیم ریجسترها رو معرفی کنیم، GPIO رو با هم بریم جلو، کدش رو بنویسیم و استفاده کنیم ازش. ریجستر ANSEL که واسه قسمت آنالوگ بعداً خدمتتون توضیح میدم. TRISA میشه گفت اولین ریجسترمونه که بابت IO استفاده میکنیم و کارش اینه که بگه که اون پورت A که مثلا وجود داره TRISA ورودی باشد یا خروجی. میتونید با مقدار تک تک بیتاش اون پایه از میکروکنترلرتون رو بگید که ورودیه یا خروجیه. بعد از حالا به ازای صفر خروجیه، هر جا صفر بذاریم خروجیه، به ازای هر بیتی که یک بذاریم اون پایه ورودی میشه. دستور پورت زمانی که TRISA مثلا پورت A همون اگر صفر باشه که بهتون گفتم خروجی، با دستور پورت میتونید خاموش رو روشن بکنید اون پین از اون پورتتون رو، و اگر یک باشه TRISA یعنی ورودی باشه با دستور پورت رو اون بیت خوندنش میتونید بفهمید اون پین میکروکنترلرتون صفر یا یکه. WPUA واسه پولاب کردنه، اگر یک بشه اون بیت از اون پورت پولاب میشه که واسه یه پولاب کردن میتونید استفاده بکنید. IOCA هم که مربوط به تایمر و آپشن هم مربوط به تایمره که تو بخش تایمر خدمتون توضیح میدم. خب بیایید بریم سراغ قسمت کد نویسیم. خب نرم افزار آیدی رو باید باز بکنم. تول آیدی رو باز کنیم. پروژکت نیو پروژکت میکنم، اسم پروژه‌مون رو بذاریم GPIO. بروز میکنم توی جایی که همیشه کدامون رو میذاریم، میکروکنترلرمونم FD61 F02 و اوکی میکنم. یه کامپایل الکی میکنم دیگه، نمیذارم که دیگه نیاد. خب کامپایل انجام شد. بریم سراغ این که از اون ریجستر استفاده کنیم. خب من سخت افزار رو خدمتون توضیح بدم. کاری که ما الان میخوایم انجام بدیم، پایه واسه دیتا شیت پایه ها رو بیارم. الان میخوام چیکار کنم؟
رو پایه PC5 یک باتن گذاشتم. اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 هشتم با یه مقاومت به سر مثبت دیود نوریمون از اون ور گراندم که گران شده دیود. پس با 1 شدن این LD روشن میشه، با 0 شدن خاموش میشه. توی پایه مقابلش یعنی PC4 من اومدم یه دونه دکمه قرار دادم که یه کلید قرار دادم، یه کلید که اون یه سرش گراند هست و سر دیگهش رفته توی پایه میکروکنترلرمون و PC4. پس میخوایم PC4 رو ورودی قرار بدیم و PC5 رو خروجی قرار بدیم که بتونیم LED رو باش روشن کنیم. خب بریم این کار رو با هم انجام بدیم تا این قسمت رو. خب طبق صحبتایی که جلسه پیش داشتیم با این کار ما 8 مگاهرتز میکنیم کلاک میکروکنترلرمون رو و توی خط بعد باید شروع کنیم بگیم که کدوم پین رو ورودی و کدوم پین رو خروجی میخوایم قرار بدیم. خب طبق داکیومنتی که داشتیم مثلا TRSA من کپی میکنم تو اینجا. حالا به طور کلی ریجسترام میخواید ببینید چون که به دردتون میخوره تو قسمت انکلود، تو قسمت FD61. مثلا اینجا کنترل F کنم، کنترل V. خب اینجا ریجستر TRSA آورد. اینجا میتونید همه ریجستر رو ببینید، از رو اینجا کپیاتون رو انجام بدید و استفاده بکنید. خب من TRSA من دیگه TRSA رو نمیخوام، من TRSC رو میخوام چون که پورت سیم هستش. کاری که میخوام بکنم چیه؟ الان میخوام یک بیت از یک ریجستر رو یک بکنم. چرا میخوام یک بکنم؟ یک میخوام بکنم بابت ورودی خروجی. گفتم که TRISC زمانی که یک باشه ورودیه اون بیتش، زمانی که صفر باشه خروجیه. من کاری که الان میخوام انجام بدم میخوام همه بیت ها رو صفر بکنم، همه رو خروجی بکنم، یه بیت رو فقط چیکار بکنم؟ ورودی بکنم. و اون یه بیت هم کدوم پایه بود؟ پایه شماره PC 4 بود فکر کنم، مطمئنشم. بله PC 4 هم به عنوان ورودی، PC 4 به عنوان ورودی. پس من کافیه بگم که یکی که به اندازه 4 بار شیفت پیدا میکنه. خب چرا اور مساوی نذاشتم؟ چون که میخواستم بقیهشون صفر بشن، فقط یه دونه یک بشه. اگه اور مساوی میذاشتم به بقیه کاری نداشت، فقط بیت 4 رو یک میکرد. خب من با این حرکت PC 4 رو ورودی قرار دادم و از اونجا که بقیهشون صفر میشه PC 5 رو خروجی قرار دادم. دستور پورت رو استفاده بکنم، دستور پورت C. مثلا چیکار کنم؟ همشون رو صفر بکنم، همه پورت خاموش میشه. خب تا اینجا همه پورت رو خاموش میکنم. حالا بیایم یه حلقه بنویسیم، حلقه بی نهایت. اینجا بیایم پایه رو بخونیم چون که هم میخوایم ورودی رو چک کنیم هم خروجی رو. اینطوری میتونیم بنویسیم. بیایم چیکار کنیم؟ بگیم که من میخوام پورت C رو بخونم. پورت C رو گفتیم چجوری زمانی که میخوایم بخونیم چجوری بخونیم. مینویسیم پورت C اند بشه با یکی که به اندازه چند بار شیفت پیدا میکنه؟ 4 بار، چون که میخوام PC 4 رو بخونم. PC 4 رو بخونم. فقط واسه این که گفتم اینو بخوایم بخونیم باید کل اینو به اندازه 4 بارم شیفت بدیم سمت راست که بیاد توی ارزش صفرم اون ریجستر، بیت صفرمش بیاد. این
قسمت ایفمون، الزمونم که بنویسیم الزمونم این ایفمون، این الزمون. تو ایفمون بنویسیم که پورت PC5 روشن بشه و PC5 روشن بشه. پس کافی میرسیم پورت C یکی که به اندازه 5 با شیفت پیدا کرده. اگه بخوایم حالا به بقیه بیتا دست نخوره، اینم من کنترل سی کنترل وی میکنم. ولی این دفعه میخوام چیکار بکنم؟ بگم که میخوام بیتو صفر بکنم، پایه رو میخوام صفر بکنم. اند مساویه با همونجور که بهتون گفتم، فقط این مقدار رو شماره چی بود؟ این بود. خب بله، حالا واسه من کیبوردم عدد یکی که سمت چپه بغلش بود. اینم بابت صفر کردن. تو صفر کردن که گفتیم اند مساوی میذاریم با مخالف یکی که 5 باشه بره که سمت چپ. خب این کاری که انجام میشه، من توقع دارم که دکمه بخوره بیاد داخل ایف و زمانی که دکمه ول میشه بره تو الز و خاموش بشه. فقط من چیزی که یادم رفت اینجا، ما باید یه پولاپ هم بکنیم. پولاپ همون به چه شکلی بود؟ اسم ریجستر PWUC پورت سیم. خب من اینو چیکارش میخوام بکنم؟ بیت شماره 4 رو دیگه PC4 رو میخوام پولاپ کنم. اینو پولاپ انجام میدم چون اونور کلیدم رو گران کردم. یه کامپایل بکنم، ارور دارم ندارم. خب ارور ندارم. روبوت بریزم و دیباگ کنیم ببینیم درست هست یا نه. خب خط به خط بخوام دیباگ کنم با این دکمه کارمو انجام میدم. خب بذارید من این قسمت رو بهتون نمایش بدم. خب یه ریست بدم. ریست کدوم بود؟ این بود. اگه ببینید LED خاموش شد. من با این دست و خروجی ورودی قرار دادم PC4 رو. وقتی دید زمانی که من PC پورت C صفر قرار دادم LED خاموش شد. خب کاری که انجام میشه، میره داخل ایف. چرا میره داخل ایف؟ چون که پولاپ بیت 4 یعنی PC14 1. پس میره چیکار میکنه؟ LED رو روشن میکنه. من یه خط دیگه برم. همونطور که میدید LED روشن شد و تو الزم نرفت. حالا واسه اینکه برنامه به صورت دائم کار کنه، من نخوام دیباگ کنم، با زدن این میبینید که الان برنامه کامله. من دستمو میارم روی کلید، با فشار دادن کلید LED خاموش میشه و با برداشتن دست من LED روشن میشه. میزنم و برمیدارم. خب همون جور که دیدید الان ما یه برنامه نوشتیم که هم تونستیم یه دستوری روی پین بدیم، یه LED رو روشن بکنیم، یه LED رو خاموش بکنیم. حالا این LED میتونه تحریک رله باشه، میتونه تحریک تریاک باشه یا هر وسیله الکتریکی که باهاش میخواید تحریک بکنید. و بابت کلیدم که یه پورت از اون پین رو خوندیم و تونستیم یک کلید رو راه اندازی بکنیم و با اون یه دستوری به
LED بدیم. خب بحث GPIO میشه گفتش که همینه. حالا توی جلسه آینده در مورد اینتراپت GPIO صحبت میکنم که نیازی به خوندن نباشه و زمانی که اون پین تحریک شد بره توی حافظه، توی قسمت از حافظه فانکشنی رو اجرا کنه و ما از اونجا بفهمیم که یه اینتراپتی اومده، بریم اون کار انجام بدیم، دوباره برگردیم توی وایل کارمون رو انجام بدیم. خیلی ممنون وقتتون در اختیار من قرار دادید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.